ترک مواد یا سمزدایی مواد از بدن یه فرآیند کوتاه اما مهمه که از قطع مصرف یکباره یا تدریجی مواد شروع میشه و به همینجا ختم نمیشه. ممکنه شما بخوای سمزدایی رو با دارو یا بدون دارو بگذرونی، سرپایی یا بستری بخوای سمزدایی بشی، بستری کوتاه مدت باشه یا میان مدت، تو کلینیک بخوابی یا تو کمپ. اما داستان تعویض خون یه اصطلاح غلط تو سمزداییه که به روش دارویی سریع و فوق سریع از 2 دهه پیش به اشتباه وارد برنامه‌های درمانی کشور شده. از همون ابتدا بی اثرترین و گرانترین روش سمزدایی تو کشور بود. سمزدایی یه فرآیند تدریجی چند روزه است، اما تو روش تعویض خون بیمار و درمانگر با تصور اینکه میتونن به صورت فوق السریع با تزریق دارو و بیهوشی ظرف کمتر از 3 ساعت این کار انجام بدن، متحمل هزینه ها و مشقت های زیادی بعد به هوش آمدن تا چند روز خواهند داشت. متاسفانه تو اغلب موارد منجر به لغزش مواد کمتر از 72 ساعت میشه. شاید بتونی با این روش مورفین رو سریع از بدنت خارج کنی، اما سوال اینجاست با لذت مواد تو ذهن و روانت چه میکنی؟